خب اومدیم برای اجرای حکم. نه بشین درست بشین. یک تا ثانیه رفتار. خولر بیا. با عرض سلام و وقت بخیر خدمت همه عزیزان. باز یک شب دیگه کنار شما همه عزیزان هستیم در کانال آقای حامد تبریزی. آقا بازی که من یه توضیح مختصر مفید بدم، اسم بازی رنگچینه. اینجا شما هر کدوم 5 تا لیوان خدمت شما هست و با این کارتا من حالا به عنوان مثالی کارتو میذارم وسط. من خدمت بینندگان بگم، میگم شروع از قرمزه. هر کی زودتر بتونه ببخشه اینا مثلا سبز، زرد، آبی، مشکی، قرمز زود زنگو میزنه. 10 دست این دستو بازی میکنیم. به 2 نفر آخری که پایین امتیاز کمتری گرفتن، ما اینجا 4 تا حکم گذاشتیم. حکمای جالبی هستش که واقعا دیدنیه جان. آقا مرتضی الان مثلا من و آقا حامد با هم تمام کنیم، جفتمون بیایم با هم بزنیم چجوری میشه؟ جفتتون امتیاز میگیرید دیگه. اگه واقعا اونجا بررسی میشه، ویدیو چک میشه، چون امکان نداره من اینکه جز استثناءات باشه. منم سلام عرض می‌کنم خدمت بینندگان عزیز. خیلی مخلصم، امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت ببرید. آقا اگه حاضر باشیم بازی رو شروع کنیم. من بازیم شروع نشده یکم مشیام نیست. نکنید. بازی خیلی حساسه، با همه بازیایی که دیدین خیلی فرق میکنه. آقا مهدی به نظر شما میتونین مقام اول و دومی رو بیارین تا روتون حکم اجرا نشه؟ 100%. حکماش بده. حکماش واقعا حکمای سنگین. بازی رو نگاه کنین، بازی جذابیه. سابسکرایب یادتون نره، لایک کنین، کامنت بذارین، زنگوله رو روشن کنین که ویدیوهای خفنی داریم همیشه براتون بیاد. امیدوارم همین خنده که الان روی لبای ما هست تا آخر بازی همین باشه. بچه پایین باخت نمید. آقا برو بریم. بریم آقا. حاضرین؟ شروع از مشکی. آقا من درسته یا نه؟ آقا مهدی زد. آره مهدی که اشتباه درستی. آقا من درست نه زدم. آقا مهدی دور بزن بریم. آقا اینو نتونسته نگه داره. اینجوری کردم. آقا اوکی. من آقا مهدی شروع درست. از مشکی پایینه منظوره؟ بله. خب صبر کنید آقای یه دست حامد صبر کنید. بله. شما که آقا مهدی تبریزی زد افتاد پایین. من اصلا دستم نیومد سمت تو. زبده. خب بریم. محمد ببین بله جر زنی میره داشت بریم. بچه‌ها مشخص بود واقعا. ماشاءالله داشت بریم. باش. شروع از زرد. آره منم رو همین دوتا بودم. صبر. آقا مهدی هم درست چیده. آقا مهدی هم درست چیده. نزد دیگه. آقا مهدی نزد. من موندم کدوم بری باید مهدی اشتباه چیده. چرا زرد، آبی، قرمز، مشکی، سبز؟ نه بالاتر جان آقای حامد اشتباه چیه؟ منو داشت مهدی. آقا آقای که نزدی اصلا زنگی. من زنگو نزدم ولی اینو آقای چیدم. تبریزی سالا. آقا جرزنی نباشه بدن حالی. یعنی چی؟ یعنی تو گفتن جرزنی کردی؟ نه علی آقا مرتضی من اصلا واقعا نیدم. سالار بنده خدا میشه یه چیده؟ محبتی بکنین کارتو یه جایی بندازین که ما دوستان که این ور وایسادیم ببینیم. من دستم نمیرسه زودتر میزنم. سالار بنده خدا میریزه. اینو چیز کن مثلا. بریم آقا. سالار داره نگاه میکنه. شروع از سبز. بابا صدا. حالا چی به شما بگم، همه اشتباه چیدن الا من. نه اشتباه. من درست. بازی از سمت راست. داور میگه. داور آقا شروع از سبز. بازی مشاهده میکنیم که چه اتفاقی. آقا مهدی باید بزنه دست. باشه بیادبی راج من نگستم. بیا آقا دوربین بگیره دیگه. درسته یا چی؟ اینم راستیه. آقا من انگار حکما برای من تو سومیه. انگار من یه طرف باختم. آقا نه تیک زدم. ایوه. خب بریم آقا. چرا مثلا مال حامد رو تیک زدی؟
نه اینو برای همه تیک زدیم بعد گفت آخه زود خرابش حامد آقا رشوه نه خب زبدر بزنی من اشتباه زدم دیگه تعبانیه. نه آقا من نه به خدا ببین اینجاست منو که الان دوست ببین دارم. فکرتون یه جای دیگه است. آره به خدا خودتون اینجا این فکرتون آقا اونی که من میگم شروع از زرد فقط نگه دارین درست کردین اشتباه دستتون رو اشتباه زرد سبز قرمز مشکی سالار درست زرد سبز قرمز مهدی مشکی برای درست چی؟ زرد سبز قرمز یس. من اینو میخواستم ماشاءالله آقا امینی آقا همین اشتباه زد. آقا نه، چی درست. شد؟ فقط آقای مهدی تبریزی آره داداش من نکردم. خب سینگل باشی فکرت آرومه دیگه. همین رو داشت آقا ایوه شروع از مشکی از مشکی زدم منم بیا. دست نگاه دست من سالار روش اول من. مشکی سبز قرمز آبی درست یس. مشکی سبز قرمز یس. ماشاءالله نه تایم مهم نیست مگه. نه دی اون تایمی که زدیم همه دستی هم مثل اصفهانی میمونه منو بزن. اول ویدیو گفتش این همه رو تیک گرفت. نه به خدا من درست آقا زدم امینی آقا امینی هم 3 تا اشتباه زد آخر. نه که همش هم دوم. حکم سخت. چه بازی قشنگ دوست دارم. کت قرمز شروع دست نزن دیگه آقا این از اشتباه اون اشتباه اینم داره دا جا به جا میکنه یا این آقا دو تا قرمز دو تا اشتباه قرمز آبی زرد درسته قرمز آبی ماشاءالله ما اول زنگ منم زدم. زدم دیگه آقا ماشاءالله. نه دیگه اون خراب شد نه یه دونه مشکی نه. من و تو فکر اون رو تقلب بخاطر نمیتونم. این حکما رو من سنگین من میبرم مجبورم. جوری که مشاهده میکنیم بازی داره به اوج هیجان خودش میرسه بله. شروع از قرمز بشی تکون نده اشتباه چرا اشتباه؟ سالار قرمز سبز مشکی قرمز سبز مشکی آمد. نه آقا امیری برای بار چرا دوربین ما داریم قرمز آقا دامن زد. چرا آبی و سبز و اشتباه زدی داشت مهدی. آقا امیری برای بار اول فکرم کجا بود؟ بچه‌ها من یه نکته رو این وسط بهتون میگم جلوی دوربینا میاین چیز میشیم ما فلو بشیم تا آخر فلو میشیم داستان چیز میشه در دوباره مادی. داستان مرتضی میشه که فلو آره اصلا جلو نیایید عالی الان عالی نه خیلی هم اونور نرو که دوربین ما شما رو ببینه. چند تا گنجشک خب شروع از سبز خب دست نه اون چیز سالار چی آقا اصلا من اصلا سالار درست نرفته که شما هم اشتباه سب کن آبی قرمز زرد درست آبی قرمز زرد درست آقا من برادران حواسم تبریزی آقا مهدی با پاز. آقا مهدی زرد من اینو گذاشتم من از این برام آدم. اینا رو بعدا به دوربینم نشون اینجا رو بده یه که چیز داستان چه کنم؟ درسته فعلا وسط بازی اعلام نتایج کنم تا اعلام نتایج بفرمایید خواهش میکنم بابا چیکار داری آیه مهدی امینی 8 دوره بازی کردیم از 8 دوره 6 بارش درست انجام داد 2 بارش رو آقای حامد تبریزی از 8 بار 2 بارش رو باریکلا غلط 6 بارش رو درست مثل آقای امینی آیه مهدی تبریزی از 8 بار 3 بارش رو غلط 5 بارش رو درست آقای سالار تبتا 2 4 5 بارش رو غلط 3 بارش رو من تکسیب میکنم من پنج دست. اگه اجازه بدین ادامه بفرمایید خواهش میکنم قربون شما حتما فکر رو من و تو فعلا. گوشیه از سبز شروع سبز. خب سبز اما اشکال هم تو نگرده دستا بالا دستا بالا من آقا مهدی. سبز مهدی اشتباه اون از اون میشمرده. اولین نفرم
درسته از اون برا قبلش می‌زدی. نه من درسته یا جابجا آه، خیلی درسته. بازم جابجا کرد اشتباهه. نفر اول من میشه من اون دستکاری کرده به اول فصل نکردم. درست آمد به جون خودت جلوی نکرد دوربین میگم به دارم. جون نه خودت میگه جلو دوربین درو. مشتی آویزه فقط آقای تبریزی مهدی تبریزی اشتباه خب من 2 تا بزنم من اول بود یه درست 20 امتیاز خب حالا جا تکام بله این دست آخره بسم الله الرحمن الرحیم چون یه خوره چیز هم هستن آقا هستن این چه جالب خود لیوان هست شروع از قرمز همونطور نگه حامد من یس گفتم منم یس گفتم. داداش دوربینو میتونی ویدیو چک کنی. من درخواست امین ویدیو چک دارم. نبه خود سب مشکل قرمز آویزه آمتی همه عوض کرد درست. من نبه قرآن نه 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 اصلا من اوکی به پایان این بازی رسیدیم و قسمت جذاب حکمی که باید بدیم آقای امینی از 10 دوره 2 تاش غلط 8 تاش درست آقای حامد تبریزی بازم مثل آقای امینی 2 تا غلط 8 تا درست آقای مهدی تبریزی 1 2 آقا دی 3 4 تا غلط 6 تا درست باریکلا بازنده آقای بازی. سالار 2 4 5 تا نشمر. غلط 5 5 تا غلط 5 تا درست آقای سالار چهارم سوم من چهارم خب حکمایی که باید بدیم و من اینا رو چیز کنم حکما رو اعلام کن بعد ببندشون بعد بخونم بچرخون. آره حکما شما واسه همه هست نه برای این 2 تا دوست عزیزمون که حکما رو من بازنده اعلام بس میکنم راحت. بردگان عزیز ما مساوی بود خوردن این یا گذاشتیم که بچه ها حق انتخاب داشته باشن جفتشون هم سخته طرفدار من تو نروژ سوئد اسکاتلند ماش اولیش رو میخونم خوردن یک قاشق غذاخوری فلفل یا خوردن دوغ 1.5 لیتری در 3 اون نفر دوغو لطفا آقا محمد محبت کردی. مرسی دست شما درد نکن. واقعا ممنونم از نویسنده اینا سینه خیز رفتن در حیات یا خوردن ساقط علیه کمتر از 2 دقیقه بدون مصرف آب ما این با چای پایین نمیره اون کسی اگه نتونه بخوره سینه خیزه رو باید بره. بله مرسی بابت نکته‌ای قربون شما. اشاره کردن پریدن تو استخر با لباس و همه تجهیزاتی که هست یخه بابا تو جیباتون هم ولی هرچی هست. واقعا آب خیلی زرده. نه جدی من دارم. خودم آسیب حالا اگه آه. حکم کسی افتاد استقبال بچه‌ها ببینن خیلی بزرگه. یا 30 تا بشین پاشو گرم تو یه نشسته. دقیقه سخت رو کنسل سیت یشین داشو خوبه سیت یشین داشو من سردم شد اسم من استخدام. اگه یه درصدم استقبال چون اگه 30 تا من بشین چون پاشو رو مشکوک نه ببخشید کرونا هستی؟ 30 تا بشین پاشو تو 30 ثانیه اگه نتونستم برم باید استخر برم تو 30 ثانیه من چون مشکوک خیلی قشنگه. خیلی خوشحالیم بدنم خیلی ضعیفه خوشحالیم. نه فیلتر ضد کرونا هستن خیالت راحت کلورم داره و چهارمین چهارمین هم بحث بگم نکن، من باختی. خوردن نوشابه 1.5 لیتری این در 3 تعلق نفس خیلی یا خوردن یه شما، لیوان قربون شما. سس سبز فلفل گلوریا آه، قسم یه لیوان ها. آه. خب من اینا رو کی نوشته؟ اینا نویسن بچه‌ها من ننوشتم بابا خب هیچ کدومو نمیشه ما یا گذاشتیم که حق انتخاب داشته باشه خب اینا رو تا کن بله سر و آخه یهاش از خودش بدتر خیلی بازی واقعا هیجان خودکار بالایی. بیک امیدوارم که سیبیل آتشین نداریم جایی جنبه این حکما رو داشته باشیم و گریتون در آره قبول کنید دیگه این حکم آقا سیبیل آتشین هم خودکار دارن باشه نه زمان 5 میلیتر داشت بله آره خب تو دستتون فورس کنید فورس الان من الان نگاه چی نگاه چشتون رو ببندین یه دونه کاغذ بردارین شما هم چشتون رو ببندین یه دونه من کاغذ نیست بردارین امیدوارم که انتخاب خوبی بهتون بیفته. بزرگتر بزرگتر چیه بابا او یا به صفحه بتون ممنون میشم قرآن واو چیشه ببینم من دوربین نشون بدم من یه خوردن دیدم توش. من چقدر بدم اینو عوض کنم من یه نشون بدم بعدش میتونی مذاکره کنی با بشین پای معامله دیگه خوردن نوشابه 1 لیتر در 3 نفس یا خوردن یه لیوان سس سبز فلفل اوه
اینجا مشاهده کنید رفقا. واو اینجا من نشون بدم. خب بذار سوالا رو برداره. آره باشه. این حق مذاکره آقا داره. مهدی نوبت شماست. نه شاید مثلا فقط داشته باشی. حکم تو رو من میتونی تونستم جابجا برم، کنی؟ تو حکم من رو تونستی. میتونن جابجا کنم. با هم دیگه بنجا بنجا کنار بیاد. هستش. بدش. مشاوره رو با هم بخوریم. آقا مهدی شما برده. من برداشتم. آمده شما اگه دستت خوبه. مثلا من دست برا خودم 4 تاش که میدونی. حالا مهدی تقلب کردی. بدم. بذار خودم چند تا تقلب کرد؟ تو رو خدا. استر من همون که نمیخواستم خب خریدم تو استخ من- با لباس. من عوض یا 30 تا میکنم. بشین پاشا توی 30 ثانیه. اگه نه تو نتونستم سرما خوردی 30 تا بشین پاشا تو 30 ثانیه برم باید برم. سرما خوردم این مرض قند میاره. سرما خوردن بهتره. خب میشه آقا آمده کاری کنیم 30 تا بشین پاشاشو من میرم تو 30 من میرم ثانیه تو استخر. نه اصلا اشکال تو 30 ثانیه از تو تا فرام میگن که نه، یه 60 دقیقه تا بشین نوشتی. پاشو ببخشید 60 تا. اگه نتونستی یعنی 30 تا تو یه دقیقه نوشته اصلا علاوه. تو یه دقیقه 30 تا نمیتونه بره داداش فیلم اتاق فرمان چیه؟ آشپزخونه وقتی فرمان بیاد ما تحت همون باسنش بخوره آره، تو زمین 30 بلند 5 شه ثانیه میشه خودش. برو 30 تا ببین من آقا، یه الان یه لحظه. هفته تا 20 ثانیه من میری استخر خسته رو می‌کنی میرم. تو. استخر. خب حله استخر رو قبول کرد استخر رو قبول میکنم به افتخار سالار آب سرد استخر لباس علی لوازم الان جانبی. آقا مهدی اول درسته؟ اول آقا من سس میخورم. سس می‌خوری یه لیوان یه لیوان یه لیوان لطف یه کنید به من لیوان بدید. محبت لیوان. کنید ممنون یه لیوان آقا مهدی دستش یه لیوان یه 2.5 لیتری. فکرت کجا بود؟ آقا مهدی یه موقع دو. تقلب میکردی فکر ما بود. یه لیوان سس بهتره یا یه 2.5 لیتری آقا من میشه سس و نوشیبا؟ بفهم آه، داور. بریزین یه لیوان آقا نه یه قطره یه لیوان بریزین آقا درست بریزین آیه داغ دارم حلش میکنم رشوه دادم یه چیکار کردم بریز دیگه. حل آقا بمیرم الهی حامد داره کم واقعا برم. میشه ببینم کارم کردی؟ آقا نگاه کن نمیشه حتی گوش حضرت کرد. عباسی خدا وکیلی نمیشه حالا من گوش بگم چیکار کنم؟ استخر عوض کن با این. با کی؟ نه بابا غذا طرف میخوره تو نمیتونی بخوری جلو دوربینم نشون بده یه چیز مشخصی خوردی یکم بخوری هم قبوله نه آقا میخواد من نمیشه پاهمو بکنم فقط تو آب. اه نه نه دیوونه یه دوست داشتنی از که نواشتنی نواشتنی یه لیوان آقا یکم داخل اینم آب ریختیم آقا مهدی به خاطر اینکه نه هر به خاطر رقیق بودن و غلیظ ولی بودن خب میشه. چون خود تا تاثیر مصرفش بگیره داداش تو تاثیر بگیر. جوریه که بله بله آقا بله جوریه که مشخص حالا نمیدونم تاثیر میگیره آقا همه با مهدی تبریزی دوست داریم ما دوست داریم ما مهدی تبریزی دوست داریم ما دوست داریم ما مهدی تبریزی. الان چی شد میکس کنی؟ نه من 2 هفته پیش چیز آزمایش خون دادم غلظت خون دارم گفتن اصلا قند نباید وارد بدن این که کلا ضرره حداقل اینو خب یه چیزی بود به جای ولی ان شاءالله بعدش هم بشینیم بازی میکنیم این آبه مشخصه اون هایف این آبه این هایپ این لایف داداش من منظورم نخور اذیت میشه دوست چیکار کنم نه بخور آقا مهدی خودت ما رو به اینجا رسوندی. 3 2 تا تهش خورد تقریبا افتخار آقا مهدی. خب بریم دسته من. بریم دسته بعد یا علی آقا باشو خب اومدیم برای اجرای حکم آقا در دستور داریم سالار عزیز میگه من زانو مشکل داره بشین پاشو نمیتونم برم میخوام ببرم تو آب استخر اوکیه ببرم این شما اینم استخر هول ندید خودم میرم. نه بابا برای چی اول بدیم اول میخوای داشت چی میکنن انگوش میکنن توی گوش آقا به ابوالفضل خیلی اصلا باشه میرم داداش سرده که آقا یه دقیقه همون بشین پاشو رو میرم. بشین پاشو اومدیم بشین آقا پاشو من وایسا من 2 تا حکمم یا اون دیگه آقا من بشین پاشو رو میرم.
تا اینجا اومدیم آقا دیگه چیکار؟ باش جدی چون موتورخونه خراب بوده. یا رسول تو سرما بدن لرز میگیری. خب بشی باشو رو برو رسول گوشتو بده به من. گوشی نداری؟ بیا یه گوشی بمیدی من تایم بگیرم. تایمر میخوام. گوشی فرزاده بگیر بیا. باشه میرم. برو اینجا وایسا. نه مشکل بازی چیزه قانونیه. داداش 3 2 بشین باشو به این باسنت میخوره زمینه. 3 2 1 برو. نه بشین درست بشین. یه تا تا بشین. آقا وایس زانو خدای مشکل داره. آقا من تا همینجا میام ببین. آقا اینا آدم 20 ثانیه رفتا. بابا دارم میرم دیگه. 30 ثانیه رفتا برو. تو 30 ثانیه 4 5 6 آمد 45 ثانیه. خدا زانو مشکل داره. بشین خب بشین باشو برو. بابا نه نه بابا نه یه دست سرده یه دست بگی دیگه من خودم کیسته آقا نکن چرا بلد نیستم داره شنا میکنه موزه بلد نیستم به ما بزن آقا من دارم میرم اوکی سرد بود بیا بالا سرد بود برو بالا بیا. مشاهده کردی که هم سالا رفت تو آب همین که رو بیار دیگه خوله رو بیا داداداد دیگه چرا میکنی؟ یه بازیه دیگه باختی دیگه چته؟ بشین باشو رفتم دیگه. ساعت هم آب رفت کاملیا قهر کردی چرا؟ الو آتا بیا اینجا سالا گفتم آخر بازی خیلی سرده ولی خنده رو لبای همه بود به جز سالا آقا داشت بهتی هم اگه حکم سالا رو داشت بهتی هم با سالا پرید تو آب بیا اگه سرده واسه داشت بهتی هم سرده دیگه قهر که رد تو خونه همونطوری خیس خیس به من حکم میده منو حکم میده خلاف میشه آقا امیدوارم که خوشتون اومده باشه خیلی مخلصم لایک یادتون نره سابسکرایب یادتون نره خیلی مخلصم یا علی یا